رئیس جمهور تاجیکستان در تاجیکستان گفته بود که سیدی علمای افغانستان که گیر کردین ملا رحمانوف آخوند در تاجیکستان او گفته بود یا را بشکنانیم. برای من زنگ آمد گفت استاد برای اینجا امر شده در تاجیکستان که سیدی های شما را میده کنید. ما هم بزدتش چی میکنیم؟ یک سیدی که پیدا شد 100 دانه کاپی میکنیم. باز برای هر کس گفتیم که شرطی نمیرسی سیدی که هر کس پیش پیدا شد 100 دانه چی کنن؟ کاپی کنن. این حال دم مردم بید. یا نفس ان لم کفری لا تجزعی سیدی های مولوی متوکل میده کنین، سیدی های مولوی عابد نشنوین. چرا؟ خب میفهمه که مولوی عابد و مولوی متوکل و استاد دایی و مولوی سیب کوثر و علمایی که واقعا گپ میزنن او خود جوان بیدار میسازن. صحیح نه؟ اگر کسی دی درس امروز ششته باشه هیچ وقت باز او کتابکای دروغی که چاپ کردن بازی نمیخواد. از او خاطر دلیل خود ندارن که بیاین که بشینن که ما بگه بیاین میشینیم. این تلویزیون ها زیاد هست. خب تلویزیون ها هست پیشون. بیاین تلویزیون ها میشینیم و میگیم تو هم بکش کتابت، تو هم دلیل بکش که من تفسیر الوسی چیز کنم یا شکستانه سیدی ما. رئیس جمهور تاجیکستان در تاجیکستان گفته بود که سیدی های علمای افغانستان که گیر کردین چی کنین؟ ملا رحمانوف آخوند در تاجیکستان او گفته بود یا را بشکنانیم. برای من زنگ آمد گفت استاد برای اینجا امر شده در تاجیکستان که سیدی های شما را میده کنید. ما هم بزدتش چی میکنیم؟ یک سیدی که پیدا شد 100 دانه کاپی میکنیم. باز برای هر کس گفتیم که شرطی نمیرسی سیدی که هر کس پیش پیدا شد 100 دانه چی کنن؟ کاپی کنن. این حال دم مردم بگی دم مردم بگی او که یک دانه رو میشکنه نه؟ مثلا 100 دانه 20 دانه شه بشکنه 80 تاش به 80 نفر رسید. او 80 نفر که 100 دانه کنه 800 دانه صدی او دیگه 80 دانه صدی میشه. بازور صد پیشگاه همون تو حتی ما در مکه مکرمه در زیر پل میرفتم که همون تو سرم لوچ بود تو یک پیرانه که سفید پیشیده بودم دیگه اونجا گرمی زیاد است. من اونجا میرفتم که یک نفر اومدم تو گاهی میگه قسم میگن گاهی قسم میگن گاهی قسم میگن تاجیکیست. من فهمیدم که در شک است. من ظاهر دایی است. گفت والله ما در شک بودم. من در شک بودم. شما را من دیدم. من درسای شما را شنیدم. خب گیریم که تو سیدی های ما را در 4 نفر مردم بیچاره افغانستان شکستان دیگه. تاجیکستان چطور میکنی؟ زور رحمانوفت نرسید. بعد خاطر بخواه جهنگ حال زدن و دان بسته کردن این نمیشه.